با درود و سلام خدمت همه عزیزانی که برنامه ما رو میبینن. امیدوارم که جور و صحتمند و سالم باشین. خوش آمدین بازم عزیزا در یکی از برنامه دیگه از ما. عزیزا برنامه ما امروز است که لیام جان ببریم در یک پارک. چند روز شده که در خانه است، یک کمی دیگه ورده. البته در این پارک چند وقت پیشم لیام برده بودیم، اما اصلا علاقه نشان نداد، بازی نمیکرد، کلن گریه میکرد. دیگه باش امروز ببریم ما و پدر جانش که ببینیم لیام جان علاقه نشان میده، بازی میکنه نمیکنه. اگر دیدیم سادش خوب گذشت و تیر شد، برش یک کارد سالانه بگیریم. اگر نگذشت منتظر باید باشیم که یکم لیام جان بزرگ شونه و یکمی بفهمد تا برش بگیریم. آره دیگه عزیزا، این پارک هم اسمش لیو لیکلند است که از خانه ما امو 40 تا 45 دقیقه را دور است. شما هم عزیزا بیننده برنامه ما باشین و برنامه ادامه داره و همچنان نگفته نمان عزیزا که لایک، سابسکرایب و شیر فراموشم نشه. تشکر از حمایت های شما. چشم تو غزل خانه، نگاه تو ترانه، لبخند تو آهنگ شیرین عاشقانه، ای عاشقانه، ای عاشقانه. بگذار که آهنگ نگاه تا بخوانم، جانم تو بگو جانه که من میشویانه، میشویانه، میشویانه. تو هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم جان و جگرم باش. تو هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم جان و جگرم باش. خندیدنکای تو قشنگ است، ناز ناز کردنایت رنگارنگ است. خندیدنکای تو قشنگ است، ناز ناز کردنایت رنگارنگ است. با چشم خمار سرمه مستی، چشمک زدنایت به دل پسند است. با چشم خمار سرمه مستی، چشمک زدنایت به دل پسند است. تو هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم جان و جگرم باش. تو هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم جان و جگرم باش. از دیدن تو سیر نمیشم، در عشق تو به مهر نمیشم. عزیزان ما هم رسیدیم در پیش پارک دیگه که اسمش لیوس لیکلند است. باش بریم داخل ببینیم. البته عزیزان ما قبلا هم آمده بودیم در پارک، اما لیام گریه میکرد، ما درست حسابی اصلا نتانستم ببینم چون خیلی کم ماندیم. این بار باش بریم داخل ببینیم و ما هم ویدیو بگیرم، شما هم عزیزا بیننده باشین. اینجا هم کرتی مرتی خودم ما کشیدیم و کفشای خود اونجا ماندیم که بریم داخل. کفشای خود باید در اینجا می کشیدیم. باز ما از بخش رسبخونش هم ویدیو گرفتم که اینجا رسبخونش هست، اما دفترش که اگر آدم بخواه روزانه کارت بخره، سالانه هم داره دیگه. من فکر میکنم نسبتا در دیگه جایا عزیزا، نسبتا در سوپرمارکت ها اینجا غذایش گرانتر است. باز البته اجازه هم نداری که غذا از بیرون بیاری ده اینجا بشینی بخوری، باید از خود از اونجا بخری و بشینی اونجا بخوری.
دیگه جای خیلی خوبم داشت برای شیشتن اگه آدم خسته شد بشینه و یک کافه و چای بزنه. دیگه خیلی یک جای خوب معلوم میشه، برای اشتکا جان میته دیگه. خلاصه تو غزل خانه نگاهی تو ترانه لبخند تو آهنگ شیرین عاشقانه ای عاشقانه ای عاشقانه بگذار که آهنگ نگاه تا بخوانم جانم تو بگو جانه که من میشویانه 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 تو هم نفسم باش تو هم سفرم باش هر لحظه کنارم جان و جگرم باش تو هم نفسم باش تو هم سفرم باش هر لحظه کنارم جان و جگرم باش خندیدنکای تو قشنگ است ناز ناز کردنهای رنگارنگ است خندیدنکای تو قشنگ است ناز ناز کردنهای رنگارنگ است با چشم خمار سرم مستی چشمک زدنهای بدل پسند است با چشم خمار سرم مستی چشمک زدنهای بدل پسند است تو هم نفسم باش تو هم سفرم باش هر لحظه کنارم جان و جگرم باش تو هم نفسم باش تو هم سفرم باش هر لحظه کنارم جان و جگرم باش اینجا عزیزا صدای گریه لیام جان شنیدم، رفتم پیش پدر جانش که ببینم لیام جان چی شده. لیام جان خیلی ترسیده بود، اما تو گریه میکرد. آره بیچاره ترسیده بود دیگه. باز ما هم فکر کردیم که هنوز می کوچیک است نمیفهمه، میخواستیم کارد سالانیش بخریم. باز همراه پدرش تصمیم گرفتیم که نخریم، چون خیلی داشت گریه میکرد. امو چند ساعت که اونجا بودیم اصلا بازی نمیکرد، فقط در بغل ما یا بغل پدرش بود، همونجا رو نگاه میکرد دیگه. باز گفتیم شاید برای زیال فعلا خیلی زود است، باش یک کمی دیگه هم صبر کنیم که کم بزرگتر شونه، بعد از او کارت سالانیش برش بخریم. خیلی خوب است وقتی کم بزرگتر شونه اینجا باید بازی کنه، ساتری کنه، خیلی خوب میشه برش. برای اشتکا واقعا جای خیلی خوب است. البته بزرگ سالان میتونه از بعضی چیزایش استفاده کنه، ساتری کنه. خیلی خوشایند بود. من و پدر لیام جانم از بعضی چیزا لکساکر یعنی بازیچایی که در اینجا بود استفاده کردیم دیگه. خیلی خوشایند بودک. اما متاسفانه دیگه لیام جان هنوزم کوچیک است، نمیفهمید. او فقط ترسیده بود و گریه میکرد.
آره عزیزا، ما هم در اینجا حدودا نمو 3 و نیم ساعت بودیم که اصلا لیام جان بازی نکرد. خودی ما یکم بیش بازی کردیم همراه لیام جان یک جای دیگه. حالی هم تصمیم گرفتیم که مو تو یواش یواش بریم سمت خانه. البته عزیزای پارک از روز دوشنبه تا جمعه را ساعتی 10 باز است تا 7 شب. با شنبه یک شنبه از ساعتی 9 باز میشه تا ساعتی 7 را. دیگه اکثر مردم ها بعد از کار خو می آمدن اینجا. مو ساعت 4 بجه از اونجا بر آمدیم، اما خیلی یار دیدیم که ساعت 4 می آمدن، چون از کار خلاص می شدن و اشتکای خودم می بردن اونجا ساتری می کردن. باز ما هم تصمیم گرفتیم که یواش یواش سمت خانه بریم، چون هوا داشت تاریک می شد و از اونجا تا خانه را همو 40 تا 45 دقیقه را بود. باز ما و پدر لیام جانم دیگه از طرف خانه حرکت کردیم. اینجا بیرون آمدیم که بیرونم یکم بیش تاریک شده بود. این هم بود عزیزا از برنامه امروز ما که ما ویدیو گرفتم و انشالله منتشر کنم. شما عزیزا لایک، سابسکرایب و شیر فراموش نشه. البته انتقاد، نظر، پیشنهاد اگه داشتین میتونین در بخش کامنت ها برای ما بنویسین. دیگه تشکر از اینکه با حوصله‌مندی ویدیوی ما را تماشا کردین. تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار. شب و روزشون خوش. بدرود.